خب خیلی خوش اومدید به پارت دوم از گیم پلی لانگ درایو یا مسافرت های طولانی. خب بریم وارد بازی شیم. جاده رو ما پیدا کردیم، تو قسمت قبلی جاده رو گم کرده بودیم. خب بکره که راه بیفتیم. باز میدیم به ماشین تا جایی که بشه. خب جاده اینجا، جاده که تیر برق داره. میدونید که ای خب سیگنال بریم، باید بریم سریعتر به جایی برسیم که روت‌های خوبی داشته باشیم. جایی رو میبینید فضای بیرون. ای با دوباره به این سنگو برخورد کردیم، خیلی رو مخورد. نه ماشین گیر کرد. چون بخوابیم تا روز بشیم، فردا دیگه میریم که ببینیم چی میشه. ماشین رو خاموش نکردیم یعنی که گیر کردیم. بعد فکر نکنم به این راحتی ها ماشین آزاد بشه. خیلی برداشتم. بیرون یه نگاه کنیم، ماشین داره کم کم آزاد میشه. باید اینجوری گیر کنیم. خب آزاد شد به زور. داره میریم پایین. نه ماشین تو سربالایی اصلا خوب نیست. باید بریم سریعتر یه ماشین خوب پیدا کنیم، مثلا کادیلاک. بریم سریعتر به یه جایی برسیم. از این ورا میروم، از اون ورا میروم، به سوی همه جا میروم، همه جای همه جا. خب اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی یه لایک و یه کامنت و یه سابسکرایب بده، زنگوله بزن تنگش. خب بعد باید گاز بدی تو سربالایی ها که توی سالمه. رادیوش خرابه. جاده رو ببین خدا بکنم. فکر کنم یه جایی دارم میبینم که لوت داشته باشه. یه ماشین کفه اونجا میتونه باشه اگه برسیم بهش. احتمال زیاد زامبی هم داره.
خب از این جاده بریم بعدا مسیرمون رو عوض. این جاده کدوم بره؟ همین نوعه که بریم میرسیم به این جاده. بله یادمون باشه گم نکنیم این جاده رو. این دفعه قبل گم بشیم. هدفمون هم از بازی لاندرای پیدا کردن کادیلاک و بهترین ماشین بازی. ماشینمون خاموش کرد. این اتفاق خیلی بدی. چی رو خاموش کرد؟ اونم موتور سرزوش میدونستید اگه الان سابسکرایب کنید یه موتور جدید و نو میاد تو دستان؟ ممنونم که سابسکرایب کردی. یه موتور بسیار نو و ترتمیز اومد دستمون. این خودش خیلی خوبه و واقعا ما رو میرسونه توی جایی. مشکل ماشین رو نفهمیدم چرا باید خاموش کنیم. باید به سختی اینم جا بزنیم. خب موتور بسته شد. حالا بریم یه استارت بزنیم. بنزین تمام نکرده باشه یه چکی کنیم. فکر نکنیم. بله بنزینمون تموم شده. الان باید بفهمیم میذاره بنزین میاریم بنزین داخلش. من اینا رو به این شکل در آوردم که راحت تر بشه. به شدت هم گرسنه‌مونه تو این بازی. خب این مثل وایسید اینجا رو ببینید. اینجا جای بسیار حساسه. به به شیرینی شیرینی. خب کاکتوسا رو ببینید داخل ماشین. خب سوارشیم بریم. چی میرفتیم سمت اونجا یکل خب عزیزان گرامی گرامان عزیزی. خب جاده اصلا همینجا هست میشه و اینجا زامبی هم زیاده. به به یه دونه تریلی که بتونیم سر همش کنیم. خوب میشه همینجا وایسی. خب شمشیرم هم در بیارم. شمشیرم اون بین رفته. نه بازی رو که سیف کردیم بدون شمشیریم. همین
کارو سخت میکنه اگه زامبی اینجا باشه. این ماشینش میشه سرهمش کرد. یه امتحانش که ضرری نداره با این تریلی سرهم کنیم. تازه ونمون رو میتونیم پشت سوار اول تازه ون رو میشه پشت سوار کرد یا نه. جواد یه دکمه چیزی داشته باشه. هیچ دکمه ای نداره. این وسیله ها رو سوار کنیم بریم. به نظرم ون خودمون بهتره. با همین بریم. اینجا فکر نکنم تای خون داشته باشه. از زامبی هم ممکنه اینجا باشه. اینجا نیست. سری بمیشه. خب اینجا 100% زامبی داره و اینجا یه غذایی هم میخوریم اینجا. این سمت هم بریم یه نگاهی بندازیم بیاریم. یکی کاتانمون زامبی فرار فرار نمیمده بخورمون. اگه تو این بازی بمیریم دیگه همیشه تمام. بهتره که بریم. یه ذره هم باز ترسناکی خودشو داره. باور کنید از اون گیم پلی گرنی تاموجری که رفتیم ترسناک تره. اگه گرنی اومد عنکبوت که موقع گیم پلیشو براتون بذارم حتما لایک کن. خب جای بسیار مزخرفی بود. اما تا یه تفنگی چیزی پیدا نکردیم نباید بریم جاهای لوت. شاید حالا به چند دقیقه دیگه زمان ببره کاتانا برگرده دست. قبلا این باگ بوده توی لانگران. این باگ بازی رو ببینید که سنگای بزرگ وسط این جاده واقعا سخت. دو ده ده دو دو ده دو ده ده دو دو ده. بله یه خونه پیدا کردیم. ببینیم زامبی نداره. چون ماشین حرکت نمیکنه. صدای زامبی میاد اگه اینجا باشه. دور بزنیم. واقعا جای خطرناکیه. اگه بمیری همینجا پارتای بازی تموم میشه. ماشین رو روشن بزنیم که سری بریم. باز باگ خورده و هیچی اینجا نیست.
این چراغ ما که کتانایی نداریم. این چندی که بنزین ندارست. لاستیک نو بزرگ دوتاود میشد برش. حالا بنزین داریم. بریم شاشی. اصلا روتای خوبی پیدا نکردیم. این خیلی شکلی زومبی هم نداشت اینجا. شیشه هم بکنیم. خب را بیفتیم. ماشین صدا میده. بزنیم کنار. صدای قچ از این جاده نباید بیرون بریم. الان به زودی بنزینم تموم کنیم. خب بالا سربالوی ماشین اصلا نمیره. ای بابا من یه راه بلدم. اگه ماشین اینجوری کنی میره بالا و دقیقا در نمیگرده روی پایین. به حرمت این سیبیلایت کلوفت سابسکرایب کن. هیچ لوتی اینجا نیست.